معده ماست، می‌خوایم پرش کنیم ببینیم چی میشه. نوشابه که پای غذای ثابت ماست. یه چند تا پیتزا می‌خوریم اول. خب یه خورده مرغ سوخاری و سیب زمینی که دیگه باید باشه، حتما خیلی میچسبه. خب یه سمبوسه بریزیم توش. اینم که سوسیس همش گوشته. خب اینم که سس باید داشته باشه قشنگ، سس حسابی هم واسش میزنیم. بعد غذا یه خورده پفک تنقلات بخوریم. بعد کیک، شیرینی. اینا شیرینی‌ها فراموشمون نشه. یه شکلات خوشمزه، یک کم هم اسمارتیس که اینا رو اول بشه ببره پایین. خب یکم صبر کنیم ببینیم اینا تو معده هضم میشه چی میشه. A few moments later. این لجن حاصل همین غذاهای شیمیایی که خوردیم، همین وارد خونت، کبدت، اندام‌هات، عروقت میشه و هزاران بیماری واسه ایجاد میکنه. حالا میخوایم از یک پاکسازی کننده خون کاملا گیاهی واقعی بدون هیچ گونه افزودنی یک ذره بهش اضافه بکنیم تا ببینیم تاثیرش چجوریه توی بدن. تو هم میخواید بدنت به همین قشنگی پاکسازی بشه، دچار سکته و خیلی از بیماری دیگه نشید، بیا تو پیجم هایلایت شبت معترض کن.